این ستاره واقعا ثابت ساخت که نیمکت نشینی همیشه تقصیر خود بازیکن نمی باشد. در ریال مادرید چندین ماه بهش بازی داده نمیشد، اما همین که به صورت قضی رفت لیگ یک فرانسه، تیم لیون کاملا تغییر کرد. 4 بازی 6 گل و حالا شده ستاره بیچون چرای باشگاه لیون فرانسه. این دیگه اتفاقی نیست دوستا، یعنی اعتماد داشتن و فرصت دادن به یک ستاره جوان را ثابت میکند. حرفی که او درباره پاک کردن تاریخ میسی زده بود، آن زمان شاید از غرور زیاد یا جوان بوده باشد، اما حداقل در لیگ فرانسه تا همین جا نشان داده که او فقط حرف نبوده. واقعیت این است که میسی هیچ وقت چنین شروعی در فرانسه نداشته، اما درباره اندریک استعدادی دیوانوار است. هنوز خیلی جوان است. همه میدانیم که لیگ یک فرانسه یک لیگ فیزیکی و خشن است، شوخی بردار نیست. با این حال اندریک حالا در لیون تشنه اثبات خودش است، گرسنه گل و این خطرناکترین نوع مهاجم است. حالا سوال اصلی این است که آیا این ستاره می تواند همین فرم را نیم فصل کامل حفظ کند یا نه؟ اگر فرم خود را تا آخر فصل حفظ کند، آن وقت واقعا با یک داستان تاریخی روبرو خواهیم شد.